با این حالت میتونیم اون حالت خطی بودن رو حفظ کنیم، خطی بودن موها رو. و از طرفی هم خب مثل اینجا چون تیره نیست نمیتونیم اون قلم موها سایه بزنیم. باید همه موارد رو با هم دیگه در نظر بگیریم. خب اینم از این تیکه. حالا این تیرگی بالا باید یه مقدار تشدید بشه، به خصوص این لبه ها. یه دور من فقط این روش رو محو کنم یه مقدار. این تیکه تقریبا آماده است. بیایم این تیکه پایینم آماده کنیم، بعدش برگردیم پاکن این قسمت بالا هم بزنیم. خب میرسیم به این بخش پایین که یه مقدار من مقوام کثیف شده چون حالت عمودی اون پودر بالا رو زدم همینجوری ریخ پایین. حالا بعد آخرش میتونیم با پاکن خمیری کامل تمیزش کنیم، ولی در کل شما وقتی اگه دارین یه چهره یه چیزی کار میکنین و مو میکشین سعی کنین حالت عمودی نباشه چون تمام پودر رو میریزه پایین و خب اگر مثلا چهره، سفارش اینا کار کنین کارتون رو خراب میکنه. خب من شروع میکنم با این قسمت های تیره با کنته پاریس B3. این حالا چون طرح آموزشی هم هست مهم نیست اینطوری کثیف بشه دورش، فقط اینجوری گذاشتم صرفا برای اینکه ضبط برام راحت تر باشه. خب تیکه هایی که تیره تره میذاریم توی حالا کشیدن موه بافت. معمولا این تیکه هایی که حالا رفته تو هم تیره تره، بعد بقیه تیکه ها روشن تر میشه. تکنیکش کلا همینه. من این موه بافتی قبلا کشیدم، حالا لینکش رو اینجا میذارم براتون میاد، اونم ببینیم بد نیست.
برای کشیدن مو باف. حالا تیکایی که روشن‌تره برای اینکه همون حالت مو داشته باشه مثل همون بالا که گفتیم با کنترباریست هاشبه میکشم. این تیکه های بالا رو اول تموم کنیم. دوباره میام با همون قلموی صفر میزنم توی پود و از این تیکه های تیره تر شروع میکنم و میرم رو به بالا. درک کن مو رو همین روند رو داره، ولی خب هی باید تکرار کنیم برای همین قسمت ها و حوصله به خرج بدین. تمام این کارا رو چندین بار انجام بدین تا اون حالت طبیعی مو در بیاد. خب اینا رو که مقدار پخش کردیم بعد با دوباره کنترباریست B3 همون قسمت تیره رو دوباره جدا کنیم و تیره کنیم.
به حالتی که من مداد رو میزنم خیلی دقت کنیم. باید یه مقدار سایه روشن بذاریم، علاوه بر اون سایه‌ای که داریم با قلممون میزنیم با مدادم باید رعایت کنیم این سایه روشنی ها. مثلا من این بعضی جا مداد بیشتر میارم جلو، بعضی جا کمتر میارم که اون حالت تیر روشنی که روی مو داره هم بتونم با همین مداد تقریبا ایجاد کنم تا مرحله آخر که بخوام با پاکن کاراشو انجام بدم. خب فقط یه تیکه این آخرین پایین میمونه که دوباره من دوربینو بیارم پایین تر. خب فقط این تیکه پایینی موند. اینم مال این قسمت با مدادش مشخص کنم. دیگه چون روشن‌تره کمتر میذارم با کنترپاریست B3. دیگه پایینش هم که کامل روشنه با کنترپاریست HB میذارم. پایین فقط کافیه که یه مقدار سایه بزنیم. خب حالا از این همون تیکه دیگه شروع میکنم. همه مرحله که برای هم تیکه های بالا رفتیم باید برای اینا هم بریم. اینجا چون روشن‌تره یه مقدار پودر کمتری میارم اینجا روی کار. باید یه جوری این سایه ها رو بزنیم و زیر رو کنیم و قشنگ مشخص باشه این مو حالا داره از کجا میره تو میاد بیرون. تمام این حالتاش باید مشخص باشه. بعد با پاکن میزنیم بهتر میشه و بیشتر هم مشخص میشه، ولی خب باید در درجه اول تا جایی که میشه با همون تیرگی هایی که میذاریم با کنته و قلم و اینا این کار رو انجام بدیم.